الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبی الامین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: ان الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. الله سبحانه و تعالی به یک باره علم از سینه مردان نمیگیره. الله تعالی به یک باره علم کس از بین جامعه اسلامی کس از بین مسلمان ها بر نمیداره، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. لیکن الله سبحانه و تعالی علم کس با گرفتن علما، با مرگ علما کس علم الله تعالی بر میداره. فاذا لم يبقى عالم، تا به جای میرسه که عالمی باقی نمیمانه. اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. وقتی که عالم باقی نمان، مردم کس جاهلا را کس به عنوان رئیس بزرگ خود میگیرن. فسئلوا، پس از اونها پرسان میکنن مسائل دینی خدا. فافتوا بغیر علم، و اونام کس بدون علم فتوا میتن. فضلوا واضلوا، خودشان گمراه هستن و مردم را گمراه میکنن. حدیث با الفاظ مختلفی آمده که معنایش همین معناست. در بخاری هم روایت شده، در مسلم هم هست و در سایر کتابای اعتقادی اهل سنت نقل شدگی است. و این حدیث نشان دهنده از این است که زمان میرسه که علم برداشته میشه. علم چگونه برداشته میشه؟ که علما میمیرن، علما هلاک میشن. و امروز عیناً ما میبینیم، امروز زمانه شدگی است که ما میبینیم که عالمی باقی نماندگی است. عالمی که به کتاب و سنت و به منهج سلف عالم باشه و به حق پیروی بکنه و کلمه حق بگه و از ملامت کننده ها نترسه، اصلا نمانده. و اگر مانده باشن بسیار کم، که در هر جای اگر یک نفر یا دو نفر اگر پیدا بشه و اونا بسیار غریب هستن که کسی اونها را نمیشناسه، و اونا انقدر غریب هستن که کسی اونها را به صفت عالم نمیشناسه. عالم در نظر مردمی است که در پوهنتون ها یا دانشگاه هایی که امروز به عنوان دانشگاه مشهور هستند، که از اینا باید سند دکترا، سند ماستری فراغت داشته باشه، مردم او را عالم میگن. مردم امروز کسانی را عالم میگن که در نزد مدخلی های کافر سعودی، یا در نزد اشعری های مشرک الازهر، یا در نزد ماتریدی های کافر زاهدان، یا به همین شکل در نزد سایر آذری های مشرک و کفاری که در مدارس طاغوتی هستند. دانشگاه هایی که امروز در سطح دنیا قرار داره، همه در زیر چتر طاغوت می باشه. همه استادایی که اونجا درس میتن استادایی هستن که از طرف طواغیت که استخدام شدن، از طرف طواغیت استخدام شدن و اون منهجی را درس میتن که طواغیت از اونها راضی میشن. علمی را به مردم درس میتن که طواغیت از اونها راضی بشن. علمی که نفع خودشان باشه، به سود خودشان باشه. چون حکومت ها و طواغیت که از هیچگاه آنها نمیگذارن کسی را که حق بگه. یک موحد، یک سنی واقعی که بدون از اینکه یک منبر داشته باشه، بدون از اینکه یک رسانه داشته باشه، کلمه حق به تنهایی کس در یک جای گفته نمیتونه، او را نمیگذارن، اجازه نمیتن. چی برسه که اگر او عالم باشه و بیای در پوهنتون داخل بشه، در اونجا درس بده، حاشا کلا که به یک انسان عالم موحد کس اجازه بتن درس بده. امروز کسایی هستن که خود به لباس علم جای دادن، خود عالم و شیخ و مولوی استاد معرفی میکنن، لیکن در مدارس طاغوتی، در مدارس کفار، در پوهنتون های کفار اونجا درس میدادن و درس میتن و میگن که ما حق به اینجا میرسانیم. چگونه حق میرسانن؟ در زیر چتر طاغوت، در یاری طاغوت، پیسه طاغوت میگیرن، میگن که ما حق میرسانیم. چگونه حق میرسانن؟ آیا طاغوت همینقدر احمق شدگی است، همینقدر خر شدگی است که نمیفهمه شما چی چیز اینجا درس میتین؟ هدف ما این بود، حدیثی که ما خواندیم حدیثی بود که رسول صلی الله علیه و سلم بیان کردن که علم برداشته میشه و علم چگونه برداشته میشه؟ با مرگ علما برداشته میشه. امروز ما نمیبینیم عالمی که اگر با کتاب و سنت عالم باشه و با منهج سلف عالم باشه. برادرها زیاد از ما میپرسن، میگن که پشت فلان ملا بریم، پشت فلان شیخ، پشت فلان ملا بریم، فلانی چه قسم است، فلانی چه قسم است، پشت کی بریم، دین از کی بیاموزیم؟ والله برادرها، یعنی من هر چه فکر میکنم که نمیتونم به شما کسی را تزکیه بکنم بگم که دین از فلان کس بگیرین، از فلان شیخ بگیرن، از کسایی که در عصر ما قرار دارن، یا از کسایی که بعد از قرن 5 و 6 و 7 اینا آمدن. خیلی کم کسی را شما پیدا میکنه که در این فتنه ها از کامیاب شده باشن. والله الله تعالی ما را کامیاب بکنه، الله تعالی دین ما را حفظ بکنه. والله اینقدر سخت شدگی است که بر خود میترسیم که خود ما کس هلاک نشده باشیم، خود ما در کفری از کفریات، در شرکی از شرکیات گرفتار نشده باشیم. والله نصیحتی که من به کل برادرها و خواهرای خود میکنم می است، به شمول خودم اول به خودم نصیحت میکنم و سایر به دیگه برادرها و خواهرایی که درس ها رو میشنون. نصیحت من است که کتب سلف، عقیده سلف در نظم و شما قرار داره. الحمدلله تا هنوز کتاب های سلف هست.
عقیده سلف هست، میتونیم کتابای اهل سنت در بیابیم پیدا بکنیم. ائمه اهل سنت که آنها مشهور هستند، امامتشون در این امت ثابت شدگی است و دین کس اونها از صحابه و از تابعین اونها یاد گرفتن و به ما به سند و به روایت بر ما رساندن. فقط کتابای از اونها رو بخونین، عقیده اونها رو تعقیب بکنین. اگر عقیده اونها رو موافق با اجماع امت، موافق با عقیده صحابه و تابعین دیدین قبول بکنین، اگر مخالف دیدین بزنن به دیوار. و چیزی را که امت اجماع کردن و چیزی را که ائمه اهل سنت به او عقیده بودن امور بگیرین، از او بیشتر حرف نزنین و از او بیشتر دنبال کسی هم نرین. و امروز لازم است که برادرها و خواهرها کتب اهل سنت تعقیب بکنن. ائمه اهل سنت زیاد هستن الحمدلله، کتاب‌های خیلی مفید از اونها ماندگی است. از جمله کتابی است که ما شما می‌خوانیم، الابانه الصغرى، کتاب مختصر می باشه، نسبتا مختصر است، بیشتر از 400 یا 500 حدیث آورده، مختصر آوردگی است. اگر بخواید که بیشتر در مسائل عقیده بفهمین، کتاب سنه امام عبدالله است که الحمدلله ما به صوتی و فارسی توضیح دادیم، ترجمه کردیم، الحمدلله شرح دادیم. و کتاب سنه امام ابوبکر خلال است که در 2 جلد می باشه. کتاب شریعه امام آجری است که در 3 جلد است، خیلی کتاب خوبی است. و کتاب الابانه الکبری که در 2 جلد از امام ابن بطه می باشه. و کتاب الرد علی الجهمی از امام دارمی است. و می شکل دیگه کتاب های اهل سنت از ائمه اهل سنت در قرن دوم که بودگی است، از اونها ماندگی است، کتاب های امام احمد است. و او کتاب را تعقیب بکنن ان شاء الله عقیده اهل سنت در اونها میابین، عقیده اهل سنت از اونها میابین. یعنی از این حدیث فهمیده میشه که واقعا علم برداشته میشه. امروز بعضیا میگن که کو علمای شما، کو علمای شما، کو شیخ شما، چی کسی شما را تایید میکنه؟ همین حدیث نخواندن که رسول صلی الله علیه و سلم خبر دادن که علم برداشته میشه با مرگ علما. مردم که از جاهلا را عالم خود میگیرن، جاهلا را به عنوان شیخ خود میگیرن. ما امروز میبینیم والله العظیم میبینیم امروز مردم کسانی را علمای خود گرفتن، فقط اونا کمی مشهور شدن، در میدیا در رسانه مشهور شدن، یا که خود معرفی کردن که ما از مدینه فارغ شدیم، یا از لیبیا فارغ شدیم، یا از پاکستان فارغ شدیم، یا از مصر فارغ شدیم. فقط به همین چیزا مردم گل خوردن، فریبشان خوردن والله. و مردم که از اونا را شیوخ خود گرفتن، از اونا میپرسن و اونا که از هر کفر شرکی را که از توحید معرفی میکنن، هر حرامی را حلال معرفی میکنن، این مردم که از کوران از اون پیروی میکنن، اصلا یک بار نگاه نمیکنن که آیا چیزی که میگه موافق با کتاب و سنت و منهج سلف هست یا چیزی است که از پیش خود در آورده. الله المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله. و ابن مسعود رضی الله عنه میفرماید که علیکم بالعلم قبل ان يقبض وقبضه ذهاب اهله. عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يقبض أو متى يفتقر إلى ما عنده. ابن مسعود رضی الله عنه میفرماید که علم لازم بگیرین قبل از اینکه علم برداشته بشه. و قبض علم میگه با دور شدن یا رفتن اهلش میباشه، یعنی علما میباشه. باز میگه که علم بگیرین، زیرا یکی از شما نمیدونه که چه زمانی که از روحش گرفته میشه، چه زمان میمیره. علم بگیرین، علم کسب بکنین برادرها، علم دریابین. و علم آسان است برادرها، علم اصلا سختی نداره والله. علم کتاب و سنت، علم منهج سلف خیلی آسان است. قال الله قال الرسول است و سند است، حدثنا و اخبرنا، حدثنا و اخبرنا از صحابه از تابعین است. والله به همین شکل کس ان شاء الله کامیاب میشن و راه پیدا میکنن. عبدالوهاب الوراق رحمه الله میگه که امر این انسان عجیب است. امام احمد میگه 60,000 مسئله از او پرسان شد، یعنی در حیاتش میگه 60,000 مسئله از او پرسان شد، در هر کدامش میگه که حدثنا اخبرنا، حدثنا اخبرنا. در کل مسائل که از قرآن دلیل می آورد، از احادیث و از اقوال صحابه و تابعین و علمایی که به نیکی از آنها پیروی کردن، از آنها دلیل می آورد. یک قولی از پیش خود نمی گفت امام احمد رحمه الله. و کل ائمه اهل سنت به همین قسم بودن، نه تنها امام احمد، کلشون به همین قسم بودن. بس پیروی از اونها را لازم بگیرین برادر، اقوال از اونها را، کتاب‌های اونها را لازم بگیرین، کتاب‌های از اونها را پیدا بکنین و علم کسب بکنین تا نجات پیدا بکنین.